همین نفهمیدم که نفهمیدم. در بیرون میگردی همه پرابلم دارد فلان بیامد. اینجا می همه رقص رو گویا که یگان پرابلم وجود ندارد. با چی گپ شد رفیق سردار؟ تو قیماب کردی که آخی چی با دیر کردی تو؟ چی با دیر کردی؟ ساعت چند شده؟ ای خونه برو اومدم رفیق سردار. همین بیزنسمنو هم خفا نشن یا خیلیش بهت مرده بود اینا رفیق سردار. ای خونه برو اومدم تلفن فراموش کردم. برو اومدم همسایه بیزنسمن در پیش تو مگجات میبخشی ساعت چند شد؟ 50 سومانی با ارزان نشه میگه. ساعت ها هیچ که فهمیده نمیشه. من پسر خودم فهمیده نمیتونم. چخیل پسر خودم آخرون کنجا بای هست کو اکو هوای گفتم که برام اکادمی ملیسا خونه آینده کسب پدرش گیرد گفتم آفرین بردیم خیلی یک دوره و توالا کرده بردیم موندیم یک طولنی میکشیدی عموما عموما 3 سال شدم اونجا خونسوده یک ماه میرد یک ماه نمیرد باور کن مردک باری گپ زنم بچهای دیگه رو میگم که بچه شما تعلیم و تربیتش سوست بچه خودم اوای مردک باری من در تو در دل من نگم دکیدیم دیگه 3 سال شد این عربی شلاخه خودم کشاله کرده برسولی من اونجا با بار میکنی این 3 سال با 4 تا گوز بودم اونجا من میدونی چی وای نخونسا دای گو گوسپن خونسا دیدم اونجا من نمیدونم با این نوهده بروش پگه راست خدای جمع میکند وای نمیکند دین خونه رفتم با همی خیلی یک قطی اوچش هم جنگ قطی بچه هم جنگ تبم خیره شد گفتم یک بیرون دروازه برام در قدی کوچه هوای تازه خورم برام بده شتن که میبینم کوراتور اکادمیا قطی وای هست کو نیم حافظ نیم ملیسا دارن کو امروخان دیگه نفهمیدم وای ملیسا یا حافظ دیگه نفهمیدم خیلی چی گپ شده است یا آدم با دو کس ممکن نیست با وای 3 تا داشته با وای رهبر قسم تربیتی هم بوده نیه دستاش پیش به طرف خانه من آمده ایستاد است گفتم هر چی باشه همین بچه چی بالا کرده گفتم که فیض الله اجم نخسته اوجش لب دادا جان گفتم تو چند روز شد اکادمی درس نرسیدی گفت 2 هفته گفتم گورس کوراتور قطی وای نیمچه حافظ نیمچه اون ملیسیت کردی اومسا دای چیا دادا شما گورس من شرمنده میشم هر روز گفتم چی با چه من کوراتور گفتم که دادام مردن و 2 هفته منو جواب دید فرزندی بعد داغ پدر گفتن تربیت کردن در کار باور کن لیکن هر روز نریگری شهر دیچ که آبادی دیدی پیشروی دیدی تمام کوچه های دیدی با بخش ملیسا میگه شگفته ملیسا خوشرو میکشیده یا چه بین ها همین جای اول لباسا پوشیدم زنم چه شما خوشرو بدید من ناف کردم گفتم نه در خطری حسن جمال بینه زیباگی رو بین سردار روز به روز نریگری حال با یک خبری نو شنیدم چه خبر طرف خونی زرگ شده شده دوشنبه با در آمدنش بی پول اوقات یکم دویم بی پول تمام نوشاکا بی پول بعد وای موسیقی بی پول با اگر کدام راهش دور باشد اگر خوشش باشد با میهمانخانه جدا کرده بودیم یک از دیوان دو کاسه براحت خوب کند ها با سحر با خوراک سحری میدونیم با ماشین با شینونده بدن خانهش میبردیم با $100 میتودیم میبخشید شما تو نمو طرفخانه رفتگیه نه نرفتیم مولی ای کجا میدونی اینا بود ای دیگه ینگیت که فوخیه استا ای بچه استا پس فاخیمون آدم نمیدونم خود یک بار 2 بار ای بالا میدونی خودت ای بالا میدونی آدم رو تلا بکنی های رفت سردار اون اونجا نکن زده میارن تایم طرفا استا نکن زدن سردار نصیحت کرده آوردن است چی گپ شناخته کیم که با مانند خیلی یعنی شوبه خودمون تست خبر میگیریم شناخته فهمیدم شناختم تو مزه نیست می یک ماه شد چراغا را سرخ میگذره اکو میگه کی سرخ میگذره که گپ نزن ساغره می مردک ساغره ساغره رفیق سردار 4 بار او شد برو اومدی با هم خیلی میکنی تو ها ساغره پلاش ساغره را نگاه کن رفیق سردار چی گپ تو چی در دوری همین شهرچه بی خطر به فقط راست ماشینی تو اکا او کامera رقم ایزات حرمت نکنم یگان بار با کامera پیاده میگذارم تلخم میکفه که نقپم یه روز پیش خود خالی که داشتم سر توفلیم صورت گرفته گفت که خطا چه گفتم توفلیم یکا پوتر کرد یکا توفلیم بلند
رنگ بالون توفتاز خود میگه کی گفتم اکای توفلیه بخدا بگردن نگرفتم گفتم اکا بگردن نه مال توفیل تو رسم ماشینت هست تو او شافیارش او تغام بود در سر چنبرک رول تغت تغام بود تو در کجا بودی من مسافر بودم پاساژیر خب هیچی نگفتی همه آخه گفتم میگه پول خدمت بارو میگه سرسو میاد تا گوید یه تغام اگه جو اگه سرسی تاغاش سرسو بوده پول جریمه همش میسپره یه وجدان ایستونم تغام سومی نداره که نام بخره در خانه نونا کسرکوپ میکنن نخرن اکا اون نداره نو چلی اکا ما گفتم که تغا امی سیتافورو امی کامرا برای فایده ما ببین کامرا که ساخت کردن نه صدمه نه اگون مثلا میگم خطاگی ای این با فایده ما گفتم سرخ نگذار تغا میگذارم میگه تغا دیوانه های باد با میگذارم با امو سرخ میگم ما تغا بچه سرخ نگذاریش میگه تغا دیوانه های ساوز نمیام میستا میگم ساوز برای گذاشتن سر برای استادن میگه رنگی تغا دیده دیوانه ها بسیار ای میگه ایستا این سر شما چی گپ شد یک بار رفیق سردار علمی دیره بدار نکنید اینقدر داوداب که هیچی نشد می یگان توابدی چینی نمان ملی نمان حتی سپیرت قدی قلمپور ریزه کرده شکیدم یه باره قاق شد رفیق سردار خد چیزی که خدا نداد نریشد باور نکنید رفیق سردار بابام هم خیلی سرا را تبابت میکنه چی؟ بابام هم خیلی سرا را تبابت میکنه مویسر میبرورن بابای تکی با بابام طبیب خلقی ای بیامانی تمامی طبیبات کدی دلم یخ گشت می طبیبو برای چی؟ یکیش او کدی یکیش الاو کدی با روز دیدم یکیش خوداجنی بوده این وقتش ما تانی و بیچاره بدبخت فلامست پور کرده امضا موصله کردم اونجا بکده بیا خیلی همه مایلش ما باور میکنی دهایت عمرم دیدم که دست کردی توبت میکنن نه دیدم الهی توبه که لاو کردی توبت کنی نشون است این است مایلش با چی؟ با یک طبیبی دیگه وای بخیلم وقتی به حافظ بوده اما دا برو مده سرود کردی توبت میکرده کدام سرود؟ بلا لزاره ساقی من بیغاره بلا لزاره سردار بودستان دارم؟ یه شکرانه طبیبا همین خیلی بسیار که هر اصول که توبت میکننی اصولی توبت نکردگی بابای تو چخل بود؟ حالی مایلش اینه همه مایلش اینم رنگ همین سیرالوی ترکی باره هر روز یوی پسکی نو برو بسودی دیده دیدم یکی دیگه 2014 چخه؟ دادازش 2 متر شدن پف کنه گشته مردم همیشه نمیدونم برای هوای رفت کپتن احتیاج شده خیلی طبیبا حذر کنی به هر حال اصولش چخل بود؟ بابام شلنگ نداره بابام شلنگ نداره چی؟ ما به هزارم که به هر حال کپتن بابام مسئولیت همی طبیعت خود مخواهد توبت چی کردی؟ اینا مثال میگم خیلی سر آینه سره همین جورا 500 گرم اصلی توزای خوالینگا میگیری خطی 500 گرم اصلی توزای دنگره را رس میکنی بعد چی نشود دست نکنم؟ بعد جورا امو اصلا در افتو میمونی که گرمی میزن اصلا بعد میگیرم اصلا کانتر سپید میرزی بو در سرم خیلی آینه سرم میشکی خیلی بعد اصلا گرفتی شکلی بعد چی؟ بعد همین جورا رد همین طرف خوالی طرف دیشنبه اومدن نگین همین چی پشه حشراتی که پرنده که میپره کو شیرین را نقص میبینه کو اما پشه مشه طرفی میمیسم خیلی سر رو هجوم میکنن سر پری پشه میشوه پری پشه میشوه خیلی بعد چی پوری پشه شد بعد چی؟ بعد جورا همین ویخی سرش دارم تا یک قرسک میزنم خیلی خیلی بعد چی قرسک زدی بعد چی؟ بعد پشه میپرن خیلی پرید بعد چی شد نکنم؟ بعد لینگوشو میبونم بالا سرده تو چی اکو سری کپتن ما پشه خونه میکنیم یکو تو یه ما توابت رفتم بابام هم خیلی توابت میکرد توابت یکی ما شکایت داریم چی شکایت داری تو؟ این همی 3 ساعت پیش سگی همسایه ما را گزید کی؟ همی 3 ساعت پیش دکتر رفتی؟ ای کجا دکتر میرم اکا تیز رو 44 تا اوکل کو تست کن که دیوانه میشه رفیق سردار 45 تا برای چی؟ کسلی ایبولا آمدگی کو؟ راست میگی تست دفتر اکا یک کار 100 تومان ای 45 کار 4500 تومان میشوه ای دبم رو مرزون نخالت اکا ای گزید
گازیدم این خیلی است. ما در شهر اومن یگان سگی در جای نموندیم. فهمیدی؟ تو روش کردی. در کجا بوده این سگی توی گازده؟ سگی کی باشد بایا؟ سگی کدام بیست؟ 6 ماه شد نگازم اکا. 6 سال شد نگازم. نام فامیلی؟ نامی کریم فانور. تخلصم جخا. رفتیم جخا. جخنی نگنم. جخا. تمام سراغا. 21 خانه نعمت قرباب کوچه نعمت قرباب. نعمت قرباب خانه 21 تمام. همسایه کی؟ همسایه؟ جانوف خنجر. جانوف خنجر خانه 22. جای کارش میدونی؟ گازم هازی میریم اونجا عملیات 2014 میگه پارک پچون کده میبریم. جای کارش؟ جای کارش میگم. جای کارش پالکونی که میلیسای اکا. پالکونی که میلیسای. روچکا نوریسته کوچ خیلی کده؟ رفیق سردار ما با روچکا دارم. روچکا ننویسد؟ ما دارم با روچکا. یه اگر روچکا تو نمینویسد روچکا ننویسد. هم خیلی اکا 6 بار مراجعت کردن پیشش مو 6 سردار ده در وقت همین کبی پالکونی که میلیسن روچکاشو نمینویسته کوا. تو چی پخ کردی تو؟ پخ نکردم. برگ مخکم کن. بر مخکم کن. معامله بی رفتار بی کردار بین. نه بنادیت نه پدنیت. اپا اوستا اپا رئیس در کلخوز میشود اینجا سردار اوستا پیش روی السلام علیکم. السلام کنی نه شما گپی مرا گوش میکنی 1 ساعت شد من در پشتی در شما میستم آرام خواهر جان آرام نمیشم تو گرد اپا جان آرام نمیشم خاله جان آرام آرام یه مرغی بخورز مادگی باری پخ میکنی پیش من بعد یه همین چی اینجا تو با بازار می؟ چی در داری؟ آخه درد ما گوش نمیکنن گپ زن. یک دختری نازنی یگانه مرا داماد میگه زندگی نمیکنه یا دامادی خنکی تنه بی عقل داماد بودایی در نیکی نه؟ این خیلی کار نیست داماد کنی داماد نمیشه داماد جیغزنی دوری حاضر توبت می داماد درونه تیز بکنه چی در دارم حاضر همیشه من حال میکنم من میفهمونم هیچ ممکنه که همین خیلی دختری نازنین کردی شه بچه زندگی نکنه و دامادی بی عقل ده دامادی جیغزنی تو آنه در پشت تو گجابا آنه رفیق نیاد یا من فشارم پس شد یا چراغ کشتتون می همین می بچه هفته شد بچه دار این کده شما چه خیلی گاه میزنی؟ اگه جفتی تو دیده شما این کده چه خیلی گاه میزنی؟ تاجیکی میاد ایتون می خندش خوره خیلی خوشتم مگه تاجیکی یاد نگیره خدا این که زوادی کمور به کار نمیکند این زوادکای همی خیلی السلام و علیکم نامتون چی؟ سعید جان سعید جان پدرت بر رحمت چی ساخته توی؟ سعید جان دادرم دادرمی نمیدونم چه تویم سعید جان دادرکم تو چی درد داری که قطعی این دختری خوشی رو ندیدی و ماه برای زندگی نمیکنی؟ رفیق سردار لبای امی از زنک مادا ناشی چی؟ امین زنک مادا ناشی چی؟ نیمی قشلاق داشتید همی تدن نشید توی تماشا میکنم ملیسه بیان نمیگه خارجی ها باید دلار رو بریلیان کردی میفروشن ملیسه بیان نمیگه جنگ شد زور اومد 2 میلیسه صدمه شد 2 میلیسه کلی خشتمن جنگ کرد 2 میلیسه یک قندات زن میلیسه جشن مبارک میلیسه